ها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من یه سوالی داشتم در مورد من یه کمی صداتون رو با اشکال دارم، نمیدونم. الان بهتر شد قربان. کمی بفرمایید. من حدوداً 2 ماه پیش با شما تماس گرفتم. اول خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم قربان. منم همینطور. بفرمایید. 2 ماه پیش با شما داشتم صحبت میکردم در مورد اینکه چرا دموکراسی به نظر من در ایران پایدار نمیمونه و من 2 تا دلیل گفتم. یکی از دلایلام که شما ردش کردید این بود که به نظر من در ایران یا به تاریخ ایران نگاه کردم که آدم خائن بسیار بوده، ولی شما گفتی خب به مسائل تاریخی فقط میشه تو اون برهه زمانی نگاه کرد و شما نمیتونید اون مسئله رو بس بدین به این زمان. و دلیل دومم که تقریبا صحبتم نصف موند مسئله دیدگاه مذهبی در ایران بود. حالا دیدگاه مذهبی در ایران با اینکه خدمتتون عرض کردم به نظر من تو ایران یک حکومت مذهبی است و به علت فشارها ملت یه مقدار مذهب زدگی دارند، ولی در کار و رفتار و عقایدشون این عقاید مذهبی که یه مقدار با دموکراسی تضاد داره کاملا دیده میشه. نه یه مقدار نه، خیلی با دموکراسی در تضاد. اگر یه مقدار بود یه کاریش میکردیم. اصولا بذارید راحتتون کنم هیچ ارتباطی بین یه سیستمی که مبتنی بر مذهبه یا سیستمی که جنبه ایدئولوژی مذهبی داره اصلا با دموکراسی نیست، برای که تمام فرضها متفاوته از آغاز تا پایان. نگاهی که به انسان میکنه، نگاهی که به حکومت میکنه، نگاهی که به سیاست میکنه، نظری که راجع به قانون داره و درست و غلط و خوب و بد و اینکه کی اصلا قرار هست که درباره چه چیزایی نظر بده یا نده و عمل بکنه. بنابراین شما برخی از اوقات اصلا داستان آب و آتشه. حالا برخی از اوقات روی آبی میشه آتشی به پا کرد، استثناءاشو میتونم کوتاه مدت در یه زمینه‌ای بفهمم، ولی اگر شما حرفتون این هست که یه جامعه مذهبی از دموکراسی دوره، 2 طی مخصوصاً 31 سال گذشته بار مذهبی در ایران در توده ها مخصوصاً بسیار سنگین شده و بنابراین این یک مانعی سر راه دموکراسی. باتون کاملا موافقم. بله، خدمتتون هست و تو تکمیل این مطلب من تو این اواخر بعد از اینکه اون CD یا شاید بهتر باشه بگم نوار سمینار آزادیتون رو شنیدم و اگر اشتباه نکنم شاید برداشت من اشتباه بوده که رسیدن با آزادی و شاید دموکراسی با اینکه شما یه مقدار تفاوتشون رو در تعریفشون هم گفتید، اینه که آدم ها خودشون سالم باشن. یعنی یکی از خصوصیت آدم سالم آزادیشه و یه چیزی که در واقع به قول لنگستون هیوز اون شاعر زمان سیویل رایت موومنت بود که میگفتش که آزادی باید تو هوایی باشه که استنشاقش میکنی. آدمای دموکرات به دموکراسی میرسن. ولی تو صحبت‌های اخیر شما و نه من تقریبا تمام این گفتگوها رو در یه حد خیلی کلی ولی کمرنگی میتونم بفهمم یا کمیشو بپذیرم، ولی اصلا کلا باش مخالفم. یعنی هر کدوم از اون 2 تا که میخواید مطرح کنید. اولا بحث ماجرا رو یه پیچ کوچکی درش هست عزیز و اون حرف این است که روزی که شما صاحب عقلید که معمولاً یه حداقلی از دانایی رو با ارتباط با واقعیت دارید و حتی به نظر من یه اصول اخلاقی رعایت میکنید، شما میتونید آزاد بشید از تاریخ، از جامعه، از کودکیتون، از فرهنگتون، از گذشته‌تون و باورهاتون یا همه چیز، چون اون فقط فرمان آزادی. بنابراین ارتباط میان آدم سالم و آزادی در مفهوم دموکراسیش نبوده. چون همونطور که خودتون اشاره کردین ماجرای دموکراسی یه مسئله دیگری است که حالا بهش اشاره خواهم کرد. این شماره 1. 2 ماجرای دموکراسی عزیز در مفهوم یه ذره درستش و دقیقش مسئله سیاسیه و مسئله سیاسی دادن رأی، یعنی پذیرفتن این که این مردمند که برای خودشون چگونگی حکومت رو یا اداره کردن جامعه رو به وجود میارن و همیشه حق برهم زدن هم سیستم رو هم افرادی رو که در اونجا هستن دارن. یعنی این اساس تفکر دموکراتیکه. شما حرفتون این است که وقتی آدما به یه مرحله از دانایی و آگاهی و عقل و شعور و حتی آزادی نرسیده باشن این کار با اشکالات فراوان روبروست. باتون کاملا موافقم، ولی ما اصلا راهی غیر از این نداریم.
یعنی درست من و شما از طریق همین مدرسه ها و از طریق همین معلمای ناقص و مدارس ناقصی که تنها میتونیم در یه رشته‌ای پیش بریم و حتی تخصص بگیریم. مسائل نباید با هم مخلوط کرد. یعنی شما به من بفرمایید موانعی سر راه دموکراسی در همه جوامع بوده و هست و همکنون در ایران بعده، ولی اون حرف به نظر من چرچیل حرف بسیار درستی که دوای همه دردهای دموکراسی بیشتر و به همین جاست که در دموکراسی ها حتی در برخی از زمین ها اوضاع میتونه خیلی هم در یه مواردی بدتر هم بشه، ولی این هزینه است که باید پرداخت. همونطور که شما وقتی خواستید پول در بیاد باید برید 25 سال درس بخونید، اول باید 25 سال خرج کنید و 25 سال خودتون رو محدود کنید و 25 سال یه کاری بکنید یا کارایی بکنید که بسیارشو دوست ندارید تا اینکه بعد از 25 سال به نتیجه برسید یا دانه‌ای که من باید نخورم بکارم تا بعداً بتونه خرمن ازش به دست بیارم. اونو میفهممش، ولی اینا نمیتونه بهانه‌ای باشه برای نداشتنش یا نگرانمون کنه. برای اصلا راهی نیست عزیز. یعنی اگر شما من بفرمایید که ما برای باسواد کردن، برای بهداشت، برای آموختن از این جاده‌های پرپیچ و خمی میریم که توش هزار بدبختی و گرفتاری و اینا، باهاتون کاملا موافقم، ولی راه دیگری ما نداریم. به همین جهت که من اون حرف چرچیل برام خیلی معنا داره. حرف پرمعنی است که دوای دردهای همه گرفتاری‌ها و بیماری‌های دموکراسی بیشتر، یعنی باز رفتن سراغ همون اصول اولیه. و حتی میدونید تو این اصول اولیه فرض بر این شده که هر فرد یه رأی. خب معلومه اینجا آدمای دانا و آدمای نادان متفاوتن، ولی به نظر میرسه که روزی که این کارو بکنید راه رو ممکنه سخت‌تر برید ولی کم خطرترینش، کم هزینه ترینش. حالا مطلب خاص است رو بفرمایید. خدمتتون عرض شود که متوجه منظورتون شدم و شما هم فکر می‌کنم سوال بعدی من تو همین صحبتی که ابتدایی که انجام دارید، ولی من میخواستم در واقع به انتهای سوالم که در واقع اینجاست برسم. من تو صحبت‌های اخیر شما، تو میزان‌های شما که از دوستانی که بهشون اعتماد دارم میشنوم، نسبت به قضیه ایران به دموکراسی رسیدن در شما خوشبینی میبینم که راستش رو بخوایم با توجه به سفری که به ایران داشتم و صحبت‌هایی که از داخل ایران میشه، من نمیتونم به این خوشبینی برسم. به خودم این جرأت رو میدم که این رو بگم، به این دلیل که من شما رو بدونه که بخوام تملق کنم به عنوان استاد قبولتون دارم. بیشتر از این که بهتون دوست داشته باشم بگم دکتر، دوست دارم بگم استاد، و خیلی چیزا از شما یاد گرفتم. ولی به دلیل سفری که من به ایران داشتم و یکی از شنوندگانتون که حدوداً دو سه روز پیش اومد، فکر می‌کنم شنونده اولم بود، لحاظ روانی و استعداد یه تمایز خاصی داشت نسبت به کسان دیگه که زنگ می‌زدن. ایشون هم این عقیده رو داشتن نسبت به شما که شما یه عقیده‌ای در مورد ایران و رسیدن ایران به آزادی و دموکراسی دارید که من دقیقاً مطمئن نیستم از کجا ناشی میشه و این خوشبینی از کجا میاد. نه بذار کوتاهش و منتظر صحبتتون هستم، نمیخوام حرفتون رو نقطع. ببینید عزیز، یه دو سه تا نکته کوچولو، چون منو به یه چالشی کشوندید که هیچ دلیلی برای پنهان کردنش نمیبینم. شما میدونید من کمی با مسائل روانی آشنا هستم، کمی با موضوعات اقتصادی آشنام، کمی با موضوع سیاسی آشنام، کمی با مسائل فلسفی آشنام، کمی با مسائل مذهبی آشنام. یعنی آدم غریبه نیستم. حداقل میتونم بگم تمام کتاب‌های مذهبی مهم جهان رو خوندم.